پسر من فرهاد یکم بار در خدمت جراحی شد. 3 ماه خدمت کرد. همین گفتم که اشکمبش کفید، گفتم جراحی کردم. بعد 6 ماه بعد برآمد از وی در شهر نو جراحی شد. ما زنگ زدم که پسرچتون هم خیلی جراحی شد و خسته بیاییتون. بعد 15 روز در اونجا خواب رفت. بعد اینجا آوردن دوشنبه در هسپتال حربی خواب رفت. بعد 3 ماه بعد بلیت حربی شد دادم، جواب دادم. 2014 آیله دار کردیم. 2015 ماه نوامبر با یک بار دیگه جراحی شد. چیبکی رویداد پیچیدن. با در روسیه کار میکرد. پول خانه جمع میکرد که خانه منتهم 2 تا کلین نمی اونجا 18 ایول بود. زنگ زد که بچه جان من همین خیلی مزم گرفت و منو به انسا آوردم. اگر دارو کتی کشا شود رو دارم جراحی نمیکنن، اگر کشاده نشود جراحی میکنن رو. بعد تلفن کردم ساعت 2 شب که فرهاد جراحیش نقص گذاشت. 4 روز خوب رو جواب شد. کوارتیرش با خانه اجارهیش با آمد و با همین خیلی مزش گرفت. بعد اکوش چرموندن. من گفتم خیلی من گفتم زن کسایی دست من چی میبیاید. اکوش کارش پاسفته رفت. کارش پاسفته رفت که با همون رویدهای موندگی و شدگی شکف شدگی. بعد 3 بار دیگه جراحی کرده گیشتن رو داشتن. نکنم 20 سانتیمتر موندگی. از پرایش کمش برآورده موندگی. یعنی شما گفتنید که در اول جراحی نادرست کرده که بودن؟ در اول که همیشه ما فکر میکنیم که همین یکم بار جراحی کردگی با لیکن دویم بار جراحی در وحدت کردم. ما دکتر از 3 بررسی ریسپوبلیکایی بوده. همون دکتر گفت که و همین جراحی که در شهر نو شدگی همونجا رو دویا پیچ و پیچ محکم کردگی. برای همین این فقط اوقات میخورد و البروش آب میخورد. اوقات میخورد رنگی که همین تیره میکرده اوقاتم. و هم خیلی گفت هم دکتر همین خیلی چقدر شد در روی بستر بیماری هستن؟ اگه 3 ماه گویا که 3 ماه همین خیلی خوب است. فرهاد باید به نزدیکی بار 7 جراحی شود، ولی خانواده آنها دیگر امکان پرداخت مبلغ جراحی و خریدن دارو و درمان را ندارند. شخصانی که می‌خواهند به توابت این جوان بیمار کمک رسانند، می‌توانند به صورت حساب زیرین مبلغ خود را گذرانند.